دوست خوبم سلام. داخل این ویدیو دوست دارم کامل و جامع متا تریدر 4 رو بهت معرفی کنم. خب الان اگر این پلتفرم رو نصب داری، اگر که نداری باید نصبش کنی که فایلی که برات میذارم و حتما دانلود کن، نصبش کن. وقتی که نصب میکنی و متا تریدر 4 رو باز میکنی وارد این صفحه میشی که شما عملا اولش شاید با همچین چیزی روبرو بشی. خب با این صفحه روبرو میشی. بهت گفتم باید بری داخل بروکر، یک بروکر ثبت نام کن که برای ثبت نام بروکر شما یا حساب آزمایشی میتونید باز کنید یا حساب واقعی یا همون ریل. حساب آزمایشی بهش اصلا حساس نباشه بروکریه، چون حسابیه که کاملا پولش الکیه. خب من این حساب آزمایشی رو ساختم تا به شما دوستان نشون بدم. مثلا آقا داخل این اکانت $84,000 پوله که کاملا پولش الکیه. ولی حساب ریل هر موقع شما حساب ریل باز کنی تو قسمت بالانس اون موجودی که واریز کردی به بروکر رو برات مینویسه و دقیقاً سود و سودات و یا زیانت از حساب واقعیت کسر میشه. ولی اینجا حساب دمو کاملا داخل همون مارکت داری ترید میکنی، دقیقاً همون رفتار، یعنی هیچ فرقی با حساب آزمایشی نداره، هیچ فرقی، فقط پولش الکیه و اون حالتهای روانی که به ما دست میده. شما تو حساب ریل یا حالت روانی به شما دست میده، اما حساب دمو شاید اصلا حالتهای استرس و اون روانی اصلا به شما شاید دست نده. وقتی داخل بروکر ثبت نام کردی به شما یک کد میده، یعنی به شما یک یوزرنیم پسورد میده که میای تو قسمت Open an Account کلیک میکنی، بعد میای تو قسمت اینجا Add New Broker رو مینویسی. حالا اسم بروکرت برای مثال چیه؟ مثلا هر اسمی داره. خب مثلا بروکر صبح. اینجا اینو که وقتی بزنی میره حالا بروکری که حالا اسمش رو ثبت نام کردی سرچ میکنه، بعد مینویسی مثلا روبو فارکس دمو. خب حالا این بروکر روبو فارکس من هیچ موقع تا حالا داخلش اکانت واقعی نداشتم و فقط دارم اکانت دمو من اینجا دارم و اصلا تاییدش نمیکنم. پس وقتی به شما یوزرنیم پسورد داد، اوپن ان اکانت رو میزنی، اونجا کلیک میکنی، نکست رو میزنی. وقتی که نکست رو بزنی اینجا اگزیستینگ ترید اکانت رو میزنی، لوگین، پسورد، اون دوتا چیزایی که شما به شما داده بروکر میزنی و وقتی فینیش رو بزنی وارد اکانتت میشه. اگر این قسمت دیسکانکتد زد و قرمز شد، یعنی شما یوزرنیم و پسورد رو اشتباه زدی و باید بیای دوباره همین مراحل رو هی تکرار کنی تا یوزرنیم پسورد درست رو بزنی و بهت پیشنهاد میکنم کپی پیست کنی. خب داخل متا تریدر ما عموما بیا اول از همه از قسمت‌های بالاشو با هم دیگه بررسی کنیم. تو قسمت فایل شما یه نیو چارت داری که اگه بخوای چارت و نمودار جدید رو باز کنی باید رو قسمت نیو چارت کلیک کنی. یه اوپن آفلاین داریم که کاری نداریم الان. اوپن دیلیتد چیه؟ مثلا شما این چارت رو تحلیل کردی، خیلی به کارت میاد، دقت کن. این چارت رو تحلیل کردی ولی دستت میخوره یهو پاک میشه. پیش میاد، خیلی زیاد پیش میاد. اما میتونی بیای تو قسمت فایل اوپن دیلیت رو بزنی، این مثلا روش کلیک کنی اسمشو مینویسه، مثلا پوند به یو اس سی یا هر چی، روش کلیک کنی چارتی که پاک شده رو برات میاره. تو قسمت پروفایل حالا جلوتر آموزشش میدیم و قراره میخوای اینا رو مثلا سیو کنی. اوپن دیتا فولدر برای افرادیه که عملا میخوان اکسپرت اضافه کنن، میخوان اندیکیتور اضافه کنن، تمپلیت اضافه کنن، با این قسمت کار دارن و ماها کاری باهاش نداریم. MQL5 چیه؟ متا تریدر بر اساس MQL5 نوشته شده که میتونی روش کلیک کنی، کار باهاش نداریم مگر این که بخوای استیتمنت حسابتو که بهت آموزش میدم بخوای به این MQL5 متصل کنی. خب بعد پرینت ستاپ چیه؟ پرینت ستاپ شما وقتی اینجا میای تحلیل میکنی، میخوای حالا از این صفحه یه پرینت کنی، این صفحه رو میخوای پرینت کنی داشته باشی و روی این گزینه کلیک میکنی و پرینت میکنی. این تسک بارهای پایینیه که میبینی، شاید شما خیلی گزینه بیشتر داشته باشی.
چرا من ندارم؟ چون من اومدم این بغل رو میبینی، اومدم راست کلیک کردم تو قسمت کاستومایز، اون چیزایی که نیاز نداشتم و پاک کردم. مثلا میگم نویگیتور نیاز من نیست، ریمووش میکنم. خب مثلا میگم استراتژی تستر، اگر داری با مثلا ربات ها کار میکنی شاید نیازت باشه، اینسرت بزنی میاد اینجا و به اینجا اضافه میشه. خب تو قسمت پایین شما اول از همه یک create a new chart رو که بزنی بهت میگه که میخوای چه جفت ارزی رو میخوای باز کنی. تو قسمت فارکس شما همه جفت ارزها رو میبینی، یورو، یو اس دی، یو اس دی کد، آودیو کد. اینا مخففه دیگه. آودیو کد یعنی چی؟ آودیو کد یعنی چی؟ یعنی اینکه دلار استرالیا به دلار کانادا. آودیو CHF هم دوباره همینطور. آودیو ین دوباره دلار استرالیا به ین ژاپن. آودیو نیوزلند دوباره دلار استرالیا به نیوزلند، حالا یورو یو اس دی. که من یادت تو ویدیو فارکس چیز بهت کامل آموزش دادم که پرحجم ترین تراکنش ها چیا کدوم ها هستن. یورو یو اس دی رتبه اولو داره، این یورو یو اس دیه. خب که وقتی روش کلیک کنیم یورو یو اس دی برام میاره. توی این قسمت create a new chart که وقتی بزنیم بهت میگه اوکی فارکس جفت ارز هاست. تو فارکس ما فقط جفت ارزها میتونیم معامله کنیم. متال فلزها که XAUUSD طلاه، اگر میخوای طلا ترید کنی باید بیای تو XAUUSD. کریپتوکارنسی ارزهای دیجیتاله که اینجا برای ترید کردن، من ترید کردن رو به شما پیشنهاد نمیدم سمتش، ترید ارزهای دیجیتال رو بهت پیشنهاد نمیدم و سمتش نرو. خب USC استاکس یعنی سهام های امریکایی، گوگل، نمیدونم به شما بگم که انویدیا، CSCO، نتفلیکس و یه سری سهام های دیگه. اسپات اول شما میتونی نفت ها رو معامله کنی، نفت برند، نفت سفید. نان تریدبل اینایی که حالا اینجا نمیشه الان ترید کرد. تو قسمت بعدی پروفایله. خب که بذار حالا پروفایل الان بهش میگیم. بذار تو مارکت واچ رو وقتی شما کلیک کنی تمام چیزهایی که توی create a new chart برای شما به نمایش داد توی مارکت واچ هم داره نمایش داده میده. فرق این دوتا چیه؟ این خیلی دسته بندی شده بهتون نمایش میده، مارکت واچ نه، همینطوری گذاشته، فقط خودت باید پیداشون کنی. اگر نگاه میکنی دقیقا سوالیه که یه خانم عزیزی بود دیروز، اگر نگاه میکنی که یه سری ارزها رو به شما نمایش داده نمیشه و فقط مثلا میبینی 4 تا هست، کلا 4 تا ارزه، بعد یه روش کلیک کنی، شو آلو بزنی. خب اگر هاید آلو بزنی اصلا همش رفت. میبینی شو آلو که بزنی تمام نمادها، سهام‌ها و شاخص‌هایی که بروکر به شما ارائه میده رو برای شما میاره. پس این شد مارکت واچ که روی مثلا روی یورو یو اس دی داریم، یو اس دی کد داریم. روی یورو یو اس دی یه راست کلیک بکنی بهت میگه نیو اوردر رو وقتی بزنی چارتش نمایش داده میشه. چارت ویندو رو بزنی نگاه کن چی میشه. نایمد. ببین نیو اوردر رو که بزنی شما میتونی که اینجا سفارش جدید بزنی. میتونی مثلا یورو یو اس دی رو یا بفروشی، یعنی قیمت اگر بریزه شما سود کنی، یا بخری. بخری چیه؟ یعنی اگر قیمت رو 1000 تومان خریدی 1100 تومان بشه سود میکنی، 1000 تومان خریدی رو سل بزنی 900 تومان بشه سود میکنی. سل از فروش قیمت سود میکنی، بای از خرید قیمت. ما تو قسمت ولومی که الان اینجا داریم توی نیو اوردر حالا کاملا تو ویدیوهای بعدی بهت میگم، چون ولوم خیلی برای ما مهمه. ولوم مقدار حجمیه که میخوای باهاش وارد پوزیشن بشی که از 100 شروع میشه تا به بالا. حالا بعد از بروکرها تا 50 لات هم ارائه میدن. هر لات بهت آموزش دادم، هر لات $100,000، یعنی 8 لات یعنی $800,000، 50 لات یعنی $5 میلیون. تیک لات، استاپ لاس و تیک پروفیت حد ضرر و حد سود هاست که کامل به آموزش میدم. پندینگ اوردر ها، بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ، سل استاپ که توی ویدیو کامل و مفصل آموزش میدم. پس وقتی راست کلیک میکنی توی مارکت واچ راست کلیک کنی نیو اوردره که الان کاملا یا آموزش دیدیم. تیک چارت چیه باش کاری نداریم. اسپسیفیکشن رو نگاه کن، میاد کاملا این یورو یو اس دی رو به ما نشون میده که آقا میگه اسپردش چجوریه. اسپردش فلوتینگ، شناوره. اسپرد کمیسیون بروکره.
بید و اسک، اختلاف بید و اسک میشه کمیسیون، که کمیسیون رو وقتی من راست کلیک کنم اینجا میتونم اسپردو بزنم، اینجا به من نمایش داده میشه اسپردای هر جفت ارز چقدر بعد به بروکر کمیسیون بدم. بعد اسپردو بردارم دیگه نشون نمیده، حالا خودت میتونی از بید و اسک ها به دست بیاری. پس چی شد؟ اسپسیفیکشن کاملا به من میگه که مشخصات این یورو یو اس کامل به من توضیح میده که آقا چه سشن هایی بازه، از چه ساعتی شروع میشه که دقیقا بازار 24 ساعت هست و الی آخر. و بعدش یه هاید، این نما رو برات هاید میکنه، شو آل نمایش میده، سیمبل نمادها ست، میتونی شما مثلا اینو سیو ازش کنی، کار نداریم فعلا. اسپرید هم جا نشون دادم، اسپرید رو بزنی یه تیک بهش اضافه میشه، این بغل اسپرید ها نمایش داده میشه. هایلو میتونه های و لو های روز اون کندل رو بهت نمایش بده که حالا بهش میپردازیم. اوتو ارنج هم که کاملا به خودش برای شما ارنج میکنه. این شد قسمت مارکت واچ که خب کامل و جامع الان مارکت واچ رو با هم دیگه آموزش دیدیم. این قسمت ترمیناله که ترمینال وقتی شما میزنی عملا سود و زیان شما رو به نمایش داده میشه که شما چقدر سود کردی، شما چقدر اینجا ضرر کردی. بعد این قسمت ترمینال این مفهوم بالانس، اکویتی، فری مارجین رو کاملا بهش میپردازیم. خب تو یک ویدیو کامل میخوام مفصل در مورد این مبحث با شما دوستان عزیز صحبت کنم. پس این شد ترمینال، دقیقا اینجاست که میاد به شما اینا رو نشون میده. اکانت هیستوری، تاریخچه معاملاتت، نیوز، اخبار، آلارت، آلارم هایی که ست میکنی، حالا بهت آموزش میدم. نیو اوردر هم آموزش دیدیم که کاملا نیو اوردر شما اگر بخوای روی جفت ارز یورو یو اس دی معامله ای کنی، بعد بیای روی نیو اوردر کلیک کنی یا راست کلیک میکنی وان کلیک تریدینگ. پس دو تا روش داره برای ثبت سفارش. میگی میخوای بفروشی یا بخری. اگر میخوای از فروش قیمت سود کنی، به قیمت یعنی بریزه سود کنی، سلو میزنی. بخوای از بالا رفتن قیمت سود کنی، بایو میزنی، که تک تک اینها باید تحلیل کرد. مهمترین کار ما همینه. این نیو اوردر خب سخته، شما بخوای آنی اینو بزنی اونو بزنی سخت نیست، زمان بره، ولی وان کلیک تریدینگ اومده که در سریع ترین حالت ممکن به شما این قابلیت رو بده که سریع وارد پوزیشن بشی. این قسمت چیه؟ من این قسمت رو خب یه ذره حذف کردم چون کاری بهش ندارم. شما نگاه کن، ما عملا فقط با کندل ها کار میکنیم. خب اولش شاید شما ببینی اوکی ما اینجا یه بار چارت داریم، اینجا یه لاین چارت داریم که تمام اینها نمودارهایی هستن که بروکر به ما قابلیت میده. اولش دقیقا نمودارها اینطوری تحلیل میشدن که بعدش اومد کندل استیک یا آقای ژاپنی اومد کندل استیک رو اختراع کرد. کندل استیک دیگه واضح ترین و بهترین حالت و رفتار روانشناسی قیمت رو به ما نمایش داده میشه که هر کدوم از اینها یک کندله که داخل یک ویدیو کامل در مورد کندل استیک و روانشناسی کندل استیک با شما صحبت کردم. چرا؟ چون تک تک این سایه ها و تیل ها رو میبینی، تک تک اینها دلیل داره، تک تک اینها دلیل روانشناسی داره. خب تو قسمت بعدی ما این ذره بین ها که من وقتی من زوم کنم زوم میشه، وقتی زوم اوت کنم میاد عقب و از نمای خیلی بیشتر. حالا وقتی من زوم اوت کنم تعداد کندل خیلی بیشتری رو دارم. ویدیو داره رکورد میشه. آره وقتی من زوم اوت کنم تعداد کندل خیلی بیشتری رو دارم. وقتی من زوم این کنم میبینی مثلا الان اینجا یه تعداد کندل دارم، اما وقتی زوم اوت کنم چقدر من. حالا بهترین زوم صفحه چیه؟ شما زوم اوت کن، 1 2 بار روش کلیک کن، این بهترین زوم صفحه است. تو قسمت بعدی ارنج ویندوزه که شما مثلا میگم هر چی شما اینجا هر چی جفت ارز باز کرده باشی رو به شما نمایش داده میشه که مثلا میتونی بیای توی این ویندوز توی این پنجره ها ببینی که آقا چه جفت ارزهای من باز کردم و یه سری مسائل دیگه. Scroll the chart the end on the tick incoming یعنی چی؟ شما ببین اگر
اینو وقتی بزنی شما رو هدایت میکنه به آخرین تیک قیمت. یعنی مثلا من اینو بردارم، وقتی من برم گذشته بازار رو میخوام نگاه کنم قیمت یه جای دیگه است، ولی وقتی من اینو بزنم دیگه هر عقبم بیام قیمت یه تیک تکون بخوره منو میاره آخرین قیمت و عملا تو موقع ترید ها کمکم میکنه که حواسم به چارت باشه و نذاره قیمت اونور اینور بره. شیفت چیه؟ موقعی که میخوای شما تحلیل کنی باید یه فاصله اینجا بیفته برای اینکه بیای آقا قشنگتر تحلیل کنی، که وقتی من حالا اینو میتونم تنظیم کنم. خب من عموما شیفت باید باشه. چرا؟ چون دید بهتری به ما میده که خب مثلا من اینجا باید تحلیل کنم دیگه که چه اتفاقی قراره برای مثلا این بیفته، باید تحلیل کنم عملا. این شد شیفت. پس شیفت به این وقتی بزنم بردارم دقیقا یه فاصله بینش میفته. اسکرول هم بهت گفتم وقتی من برش دارم قشنگ میتونم گذشته بازار رو ببینم، ولی وقتی که روش کلیک کنم عملا منو هدایت میکنه به آخرین تیک و آخرین کندل قیمت. توی اندیکیتورها این قسمت اندیکیتوره. شما اگر بخوای اندیکیتوری به چارت اضافه کنی، یعنی دقیقا بعد بیای داخل این قسمت که شما اندیکیتورهایی که به شما ترند میده، اسیلاتورها، اندیکیتورهای ولوم که میاد ولوم و حجم نمودارها رو تشخیص میده، مثلا مانی فلو ایندکس، جریان ورود پول. خب و حالا مثلا اندیکیتورهای بیل ویلیامز و کاستوم، مثلا مثل مووینگ اوریج ها، نمیدونم و یه سری چیزای دیگه. خب میاد به شما اینجا ارائه میده که ما به عنوان کسی که پرایس اکشن تریدره اصلا با اندیکیتورها کار نداریم. دلیلش هم مفصل با هم دیگه صحبت کردیم. پس اگر شما داخل متا تریدر بخوای اندیکیتور اضافه کنی باید بیای داخل این قسمت. این هم که گفتیم بار چارته که خب یک نوع نموداره که ما کاری باهاش نداریم. استپ بای استپ چیه؟ شما موقعی که میخوای تحلیل کنی آخرین کندل رو نگاه کن، الان اینجاست. خب اگر من F12 رو بزنم یا F12 یا اینو، یک کندل میره جلو. الان شما میگی قیمت بعد از اینجا قراره بره بالا یا بیاد پایین، مثلا میگی بالا. خب حالا ببین هی کلیک میکنه ببینی تحلیل درست بوده یا نه و دقیقا میبینی قیمت رفت بالا. یعنی پس اگر من اینجا میومدم بای میزدم قیمت میرفت بالا، من اینجا سود میکردم، تحلیل من درست بود. حالا باید بیای تحلیلت بر اساس کلی پارامتر باید باشه. این چیه؟ پریود و همون زمانها رو به شما نمایش داده میشه که با چه تایم فریمی میخوای کار کنی. تایم فریم ها، ببین الان این بحث تایم فریمه. تایم فریم ها رو کامل من آموزش دادم. ببین وقتی تایم فریم 1 ساعته است، 4 ساعته است، دیلیه، هر کدوم از این کندل ها برآیند این کندل، یعنی تمام اتفاقاتی که این کندل، این یک دونه کندل اتفاق افتاده براینده شده در یک روز و در یک روز براینده یه عالمه شده. این حالا این آبی رو میبینی، این کندل یک روزه بود. وقتی من کجا واسه من کندل آخرش رو نشون بدم که گم نشه. خب این تو دل این من وقتی بیام 4 ساعته، خب 4 ساعته شد انقدر کندل، 4 ساعته میشه 6 تا کندل 4 ساعته دیگه، 1 ساعته میشه 24 تا کندل. میبینی؟ حالا من اگه بیام تو تایم فریم 5 دقیقه، هر کدوم از این کندل ها براینده برای مثال 5 دقیقه است. تایم فریم 1 دقیقه همینطوره دوباره. هر کدوم از این کندل ها در 1 دقیقه ثبت شده. پس تایم فریم هم یعنی این که حالا من داخل اون ویدیو مفصل تر صحبت کردم در مورد تایم فریم. بعد توی این قسمت که خب ما عملا با این قسمت خیلی کار داریم. شما این قسمتیه که میخوای با ابزارهاش کار کنی، اما قبل از اینکه من وارد این قسمت بشم اجازه بده من نمودارم رو تمیزتر کنم. تو قسمت پراپرتیز راست کلیک که بکنی، تو قسمت پراپرتیز اینجا میتونی بیای رنگ بدی به چارتت. حالا رنگ دادن کاملا کاستومایزه، کاملا شخصیه که شما شاید با مشکی حال کنی، شاید با سفید حال کنی، که خب من قبلا اومدم توی اینجا یه رنگ ثابت درست کردم. وقتی تنظیماتی که ببین تنظیمات رنگه، اگر میخوای تنظیمات این رنگت مثل من شه
دقیقاً راست کلیک پروپرتیز و شما بیا دقیقاً تنظیمات رنگ تو مثل من کن. خب بعد تو قسمت کامن، توی قسمت پراپرتیز که میاد یه قسمت کامن هم داره که میگه ببین من میخوای بهت بار چارت نمایش بدم، لاین چارت نمایش بدم که ما کندل استیک کار میکنیم، یعنی بر اساس کندل ها. بعد یه اسک لاین داره. اسک لاین مقدار بید و اسک یعنی چی؟ حالا تو اون ویدیو کامل توضیح میدم مفاهیم اصلی. این قسمت بید و اسک اون قسمتیه که ما باید بدیم به بروکر. وقتی من اسک لاین رو بردارم اون خط قرمزه رو میبینی برداشته میشه. خب اما وقتی اسک لاین رو بذارم اون خط میاد. حالا توی اون قسمت کامل در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم. پریود سپریت چیه؟ میاد الان دیدی رفت، میاد هر روز رو برای شما جدا میکنه. میگه خب این از این روز جدید از این نقطه چین به بعد شروع شده. خب میتونه بهت کمک کنه که تال چارت رو تمیزتر ببینی. پس این شد قسمت پروپرتیز. وقتی من اینجا راست کلیک بکنم یه سری گزینه ها به من نمایش داده میشه. سل لیمیت، بای لیمیت که برای اوردر گذاریه که الان بهش کاری نداریم. قسمت تریدینگ معامله کردن هم دوباره همینه. آلرت چیه؟ آلرت شما میتونی بیای آلارم بذاری. یعنی اگر مثلا این قیمت فعلی شما تحلیلت اینه هر موقع رسید به این ناحیه مثلا میخوای یه اقدامی انجام بدی یا حتی میخوای اصلا حواست به مارکت باشه، وقتی آلارمو بذاری کامپیوتر یه صدا میده که صداش هم دقیقا اینطوریه. میبینی؟ یه صدا معروفی داره که حالا داخل سورس میتونی منبع صداتو عوض کنی، یه صدای دیگه بذاری و ما بقیه چیزا. اینجا میتونی صدا باشه، اکشن، فعالیتش چی باشه، چه نمادی، این تاریخ انقضاشو میبینی و کاندیشنش رو چی باشه، بیت باشه، اسک باشه که حالا بیت و اسک رو بهت توی اون ویدیو کامل بهت توضیح میدم. پس این شد آلارم. و نیو اوردر هم که کامل توضیح دادیم. آبجکت لیست چیه؟ شما حالا بهش میپردازیم. وقتی مثلا من یه دونه اینجا یه خطوطی رسم کنم توی آبجکت لیست به من نمایش داده میشه که آقا مثلا من میتونم حذف کنم. حالا این همه زیاده چون که از قبل روی نمودارهای دیگه من رسم کردم. این آبجکت لیست ما، تایم فریم ها که با هم دیگه صحبت کردیم. این تمپلیت. تمپلیت چیه؟ ببین من اومدم اینجا رو کلی تحلیل کردم، اومدم مثلا وقت گذاشتم تحلیل کردم. حالا میخوای آقا این تحلیلت نپره، میخوای این تحلیلت باشه یا اصلا میخوای این تحلیلت رو برای دوستت هم بفرستی، هر کاری که دوست داری، و اصلا میخوای تحلیلم نکردی، میخوای این رنگ های کندل تو نمودارهای دیگه هی بهت سری نمایش داده باشه. ببین تو الان اینجا رفتی پراپرتیز، این همه گزینه کالر ثبت کردی. خب حالا میخوای آقا بری تو یورو یو اس دی یا مثلا بری تو کد بین، سری کد بین هم نری پراپرتیز یه ساعت وقت بذاری رنگ ها رو دوباره ثبت کنی. میای توی تمپلیت، قبلش سیو کردی. سیو چه جوری؟ میای اینجا سیو تمپلیت رو میزنی، باز میشه، میگه به چه اسمی میخوای؟ من مثلا به اسم نیووان ذخیره کردم. میای روی چیز دیگه اینجا نیووان رو که بزنی دقیقا همون اینجا کپی پیست میشه. پس تمپلیت هم شد همین. رفرش میکنه صفحه رو اگر هنگ کرده باشه یا مثلا بخواد دوباره کانکت بشه، اینا رفرش. اوتو ارنج هم که منیج میکنه. گراید چیه؟ میاد خطچین میکنه که ما کاری نداریم. این حجم میاد میندازه که خب حجم هایی که داخل بروکر هایی که ما بهش متصل هستیم چون یک راست به بانک ها متصل نیست، این حجم ها اعتبار ندارن. و زوم این زوم اوته که شما میتونه بهتون گفتم اینجا زوم کنی، زوم اوت کنی، سیو از پیکچر اگه میخوای از این صفحه یه عکس بگیری، پرینت کنی. پس این تمام گزینه های این راست کلیک رو با هم دیگه اینجا کار کردی. فقط میمونه این بخش. این بخش هم خیلی ساده است. شما پس چی شد آقا؟ وقتی متا تریدر رو باز میکنی خب با چند تا چیز کار داری. اول از همه نمودارتو تمیز کن. نمودار تمیز کردن یعنی چی؟ شما بیا کندل ها رو رنگ بهش بده، اون رنگی که دوست داری. حالا مثلا من با این رنگ راحتم، شما با هر رنگی که راحتی.
بعد بیا تایم فریمی که میخوای داخلش معامله کنی چک کنی و انتخاب کن. بعدش حالا قراره تحلیل کنی. پس با اون همه دکمه های قبل عملا خیلی کم پیش میاد که کار کنی، ولی خب باید بلد باشی. موقع تحلیل کردن ما با این قسمت کار داریم. این درا ترند لاینه. وقتی شما بخوای ترند لاین رسم کنی، خطوط مورب بخوای رسم کنی، شما عملا باید روی این دکمه کلیک کنی و خطوط رو رسم کنی. حالا اولش شاید شما خطوطتون اینطوری باشه، یعنی شما بخوای بکشی دقیقا اینطوری باشه که فقط روش کافیه 3 بار کلیک کنی، 3 تا نقطه نمایش داده میشه، یه راست کلیک کنی، ترند لاین پروپرتیز رو که بزنی، اینجا گزینه ریو بردار. گزینه ریو که برداری دقیقا میبینی که اینطوری میشه، یعنی دیگه تا آخر ادامه دار نمیشه. اگه هم قراره میخوای اینا رو حذف کنی، کافیه روشون 3 بار کلیک کنی تا این 3 تا نقطه بیاد، بعد بیای دلیت رو بزنی، دلیت رو بزنی یکش پاک میشه، دلیت آل سلکت رو بزنی هر کدوم که 3 نقطه کرده باشی پس میشه. خب گزینه برچه ورتیکاله که آقا عمودی میاد، از اینهای خطوط عمودی میکشه که این پایین تاریخ رو زده. خب این پایین مثلا تاریخ رو زده، مثلا شما میخوای بگی اینجا تا اینجا، برای تحلیل هایی که بهش نیاز داری. این خطوط افقی رو نمایش داده میشه که برای سطوح حمایت و مقاومت ما با این خطوط خیلی کار داریم. این خطوط به ما نشون میده که این سطح، برای مثلا حالا تو خطوط حمایت و مقاومت خیلی کار داریم. شما اینو الان یاد بگیر، موقع تکنیکال که شد عملا دیگه بلد باشی اینو بتونی بندازی. و عملا ما تمامی این بخش ها رو از ولوم گرفته، از نمیدونم مارکت واچ، از اندیکیتورها، نمیدونم از پرایس اکشن، تمام همه اینها رو، چون ما تو کورس اصلی قراره بیایم کامل یه باز زمانی بالای 30 ساعت رو کار کنیم، بنابراین تمام اینها مرور میشه و اصلا جای نگرانی این نیست. خب و دوباره انقدر اینا رو مرور میکنیم که ملکه ذهنت میشه. قسمت بعدی فیبوناچیه که شما بهتون آموزش دادم. ما یه تحلیل داریم بحث فیبوناچی. من فیبوناچی خودم رو اومدم تغییر دادم که این فیبوناچی، این ای نقطه وروده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اینجا میام یه پوزیشن باز میکنم. الان ما روی کد به ین هستیم، من میخوام اینجا یه پوزیشن باز کنم، میگم آقا من اینجا قیمت میخواد بریزه و اگر بریزه من سود میکنم. من یه حد ضرر میذارم بالای این کندله، یه حد ضرر گذاشتم با 1/100 هست شده چند $0.5 ضرر، $0.5 ضرر شده و من هر چقدر اینجا حجم رو ببرم بالا، خب به تبع ضرر بیشتری نمایش داده میشه. مثلا 10 لات خب خیلیه، 10 لات مثلا ببینیم ضرر 10 لات چقدر میشه، شد $500. دیدی با 1/100 شد نیم سنت، با 10 لات شد $500، یعنی تقریبا 100 برابرش. درست میگم؟ 10 برابر $5، 100 برابر $50، 1000 برابرش. خب اینو میبینی، این قیمت بیدو اسکه که حالا کامل بهش میپردازیم. این فعلا این $190 ضرری که به نمایش داده میشه، این ضرر نیست، این فعلا کمیسیونی که بعد بدیم به بروکر. یعنی تا قیمت این خط قرمز پایین پوزیشن ما نیاد، یعنی ما فعلا هنوز وارد سود نشدیم، این کمیسیونی که بعد بدیم به بروکر. از اون ور من میتونم حد سود رو انتخاب کنم. الان میخواستیم بریم سراغ چی؟ میخواستیم بریم سراغ حالا این خطوط حمایت و مقاومتی که میخواستیم با هم دیگه بگیم و الان حالا خوب شدیم، موجب این شد که ما بیایم اینجا سود و ضررمون رو اینجا ببینیم که ببین من وقتی پوزیشن باز میکنم عملا میتونم تو قسمت ترمینال سود و ضررم ببینم که حالا داخل یک ویدیو کامل و مفصل بهش توضیح میدم. ببین مثلا اینجا اینو می‌خواستم بهت آموزش بدم. فیبوناچی من اینجا یه پوزیشن انداختم با این فیبوناچی که تنظیم کردم، میام نقطه ورود، ای میشه نقطه ورود، اس ال میشه حد ضرر، حد سود من میشه این تیپی که نوشته، تیپی میشه حد سود 1، حد سود 2، یعنی 2 برابر چیزی که من دارم ضرر میدم اونجا سود میدم. که ببین این فعلا ما با این آموزش عملا کاری نداریم چون اصلا برای این بخش نیست. من فقط خواستم الان فیبوناچی آموزش بدم که تنظیمات فیبوناچی تو برو مثل من کن. چجوری؟ روی فیبوناچی کلیک میندازی، روی
نمودارت 3 تا روش کلیک میکنی، راست کلیک کن فیبوناچی پراپرتیز، اینجا لول رو روش دوبار کلیک کن بنویس 0 SL بنویس SL، دوبار کلیک کن بنویس 1 E و همینطور پایین. A که نوشته چیه؟ من اینجا میتونم بیام حروف و متنی که دوست دارم رو اضافه کنم. مثلا شما تحلیل کردی، اینجا میخوای چیزی بنویسی یادت بمونه، مثلا اینجا حمایت، همینطوری مینویسی حمایت. پس اینم همینطوره. حالا اینجا میتونم بهش نوشتم رنگ بدم، سایز بدم، خب نمایش داده میشه. قسمت رکتنگل چیه؟ ما به عنوان رکتنگل که مثلث که میکشه، اگر که اینا رو نداری، اگر شما رکتنگل نداری یا فیبوناچی به شما نیورده، راست کلیک کن کاستومایز رو بزن، داخل اینجا چیزایی که نیاز داری رو اضافه کن، چیزایی که نیاز نداری رو ریموو کن. خب به این ما عملا با ترین لاین کار داریم، ورتیکال، خطای افقی، فیبوناچی، تکس، رکتنگل و کراس چیر. کراس چیر ببین الان میبینیم موس من داره فقط میچرخه. وقتی کراس چیر رو که میزنم این نمایش داده میشه که سمت راست اون قیمت فعلیات به من داره نشون میده، پایین تاریخ. و اگر من از کراس چیر از این نقطه بگیرم به این نقطه، عملا مقدار واحد جابجایی شده رو داره به من نشون میده. این قسمت اروه که شما وقتی میتونی بیا اینجا به کمک این ارو شکل و شمایل بدی. مثلا بگی آقا مثلا تو تعهیلات، مثلا من اینجا بای زدم، من اینجا سل زدم، اینجا نمیدونم بای زدم، یا نمیدونم اینجا تیک خورد. حالا اینا دوست داری بذار، دوست داری نذار. پس شد اینها ارو و کمان ها برای ایناست. الان داخل این ویدیو کامل و جامع در مورد متا تریدر آموزش دیدیم. تو ویدیو مفاهیم اصلی دقیقا میایم ترمینال رو باز میکنیم و اصلا میگیم آقا بالانس چیه، تایپ چیه، سایز چیه، سیمبل و تمامی این موارد. الان کامل متا تریدر رو با هم دیگه آموزش دیدیم و تمامی این قسمت های بالا دقیقا همه اینها داخل اینجا هست. متا تریدر برای iOS، سیستم عامل های iOS و گوگل پلی و حالا این اپ گالری نمیدونم چیه، اینا داره اومده و شما میتونید دانلود کنی روی گوشیت هم متا تریدر رو نصب کنی. امیدوارم که روز درجه 1 داشته باشی و از اطلاعات این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشی. روز خوش.